سلام، من مریم هستم و اینجا کانالیه برای قصه های کهن فارسی، داستان های شاهنامه و روایت های آرام برای شبهایی که بدن خسته است و ذهن دنبال سکوت می‌گرده. اگه دوست داری با داستان های اصیل ایرانی آروم بشی، ذهنت آروم بگیره و خوابت عمیق‌تر بشه، اینجا دقیقاً همونجاست. امشب قراره یکی از تلخ‌ترین و در عین حال پاک‌ترین داستان‌های شاهنامه رو بشنوی. داستان سیاوش و سودابه. قصه شاهزاده‌ای که پاکیش اونو نجات نداد، اما جاودانش کرد. داستان تهمت، آزمون آتش، عشق‌های ناسالم، قدرت و سرنوشتی که از ابتدا نوشته شده بود. این داستان نه فقط یک روایت حماسی، بلکه قصه انسانی است که در جهانی آلوده پاک ماند و بهایش را پرداخت. اگر امشب دلت آرامش میخواد و ذهنت یک روایت عمیق و خواب‌آور، تا انتها با من بمون. قبل از اینکه داستان شروع بشه، جای خوابت رو راحت کن، نور صفحه رو کم کن، نفست رو آهسته کن و اجازه بده قصه تو رو با خودش ببره. لازم نیست به همه چیز گوش بدی. اگه خوابت برد، یعنی داستان کار خودش رو کرده. اگه از این فضا خوشت میاد و دوست داری هر شب با قصه های کهن به خواب بری، سابسکرایب کانال رو بزن تا این روایت ها هر شب کنارت باشن. میریم سراغ داستان. روزگاری توس، گیو و گودرز، 3 تن از شوالیه‌های دلیر ایران، به شکار الاغ‌های وحشی در جنگل رفتند. زمانی که به جنگل رسیدند، زنی با زیبایی بی‌نظیر دیدند و دلهای توس و گیو به عشق او سوخت و چون از نسبش پرسیدند و فهمیدند که از نژاد فریدون است، هر یک خواستند او را به همسری بگیرند. اما هیچ کدام به جای شخص دیگر کناره‌گیری نمی کرد. شخصی به آنها گفت: من به شما مشاوره می دهم. بگذارید کیکاووس، پادشاه آن زمان، بین شما تصمیم بگیرد. هر دو به سخن مشاور گوش دادند و زن را با خود نزد کیکاووس بردند و آنچه را که پیش آمد برای او بازگو کردند. اما کیکاووس وقتی زیبایی کنیز را دید، گفت که او شایسته تاج و تخت است و او را به همسری گرفته و به خانه زنان خود برد. پس از روزهای بسیار، پسری از زن دیگر کیکاووس به دنیا آمد که بلند قامت و زیبا بود و نامی که بر او نهادند سیاوش بود. کیکاووس اما به دلیل طالع بینی‌ها در مورد او اندوهگین شد، زیرا در طالع آن نوشته شده بود که فضیلت‌های این پسر هیچ سودی برای او نخواهد داشت، زیرا این صفات بیش از هر چیز او را به هلاکت می‌کشاند. در این میان خبر به دنیا آمدن سیاوش به رستم رسید و پهلوان چون از آن آگاه شد به یاد غم سهراب افتاد و از زابلستان بیرون آمد و طفل را از پدرش گرفت تا بپروراند. رستم به سیاوش فنون جنگ و رزم یاد داد
و او را تربیت کرد. بر قدرت و زیبایی سیاوش چنان افزود که تو می گفتی که دنیا مانند او را ندارد. اینک چون سیاوش نیرومند شد، سربلند به پیش رستم آمد و گفت: من می‌خواهم به حضور پادشاه بروم تا پدرم مرا ببیند و ببیند که تو از من چه انسانی ساخته ای. رستم پنداشت که نیک گفت. پس تدارک فراوانی کرد و با لشکری نیرومند به سوی ایران لشکر کشید و سیاوش به همراه او در رأس آنان حرکت کردند و کیکاووس از دیدن پسر خوشحال شد و به رستم پاداشهای فراوان داد. سیاوش در کنار او بر تخت نشانده شد و همه مردم او را ستایش کردند و جشنی برپا شد که جهان مانند آن را ندیده است. سیاوش 7 سال در دربار پدر ماند و خود را ثابت کرد. در سال 8 کیکاووس چون او را شایسته یافت تخت و تاجی به او داد و همه چیز خوب بود و مردم طالع شیطانی سیاوش را فراموش کرده بودند. اما آنچه در آسمان ها نوشته شده است قطعاً محقق خواهد شد و روز بدبختی نزدیک است. سودابه همسر کیکاووس جوانی سیاوش را دید و عاشق و دلباخته سیاوش شد. پس پیغامی نزد او فرستاد و او را دعوت کرد که وارد اتاقش شود. اما او در جواب کلمات بهانه ای فرستاد، زیرا به او اعتماد نداشت. سپس سودابه نزد کیکاووس شکایت کرد که سیاوش به حرف او گوش نداده و از شاه خواست که او را پشت پرده های خانه زنان بفرستد تا پسرش با خواهرانش آشنا شود. و کیکاووس آنچه سودابه از او خواست انجام داد و سیاوش اوامر او را اطاعت کرد. اما سودابه زمانی که سیاوش به داخل خانه آمد درخواست کرد که تنها با او صحبت کند. اما سیاوش در برابر خواسته او مقاومت کرد و 3 بار سودابه او را در پشت پرده های خانه فریب داد و هر 3 بار سیاوش در مقابل حرفهایش سرد بود. آنگاه سودابه خشمگین شد و نزد پادشاه شکایت کرد که بر من نظر دارد و به شهرت نیک سیاوش تهمت زد و اخبار ناپسند او را در سراسر زمین پخش کرد و قلب کیکاووس را علیه پسرش ملتهب کرد. اکنون پادشاه بیش از حد عصبانی شده بود و سیاوش هیچ چیزی نداشت تا از خود دفاع کند، زیرا کیکاووس عاشق سودابه بود و او فقط به حرفهای او گوش میداد و از نیرنگهای شیطانی او خبر نداشت. چون سودابه گفت که سیاوش اشتباه بزرگی مرتکب شده است، کیکاووس پریشان شد اما نمیتوانست بین آنها قضاوت کند. کیکاووس تصمیم گرفت تا افرادش از جنگل‌ها هیزم آورند و آتش بزرگی برپا کنند و چنین کردند. انبوهی از کنده‌های بزرگ درخت می‌سوختند به طوری که چشم آن را به فاصله 2 فرسنگ ببیند. پادشاه دستور داد که نفت بر چوب‌ها بریزند. آنقدر حجم چوب‌ها زیاد بود که به 200 نفر برای روشن کردن آتش نیاز داشتند. شعله‌ها و دود آسمان را فرا گرفت
و مردم چون زبانهای آتش را دیدند از ترس فریاد زدند و گرمای آن در دور تا دور زمین احساس شد. حالا که همه چیز آماده بود، کیکاووس از پسرش سیاوش خواست تا به میان کوه آتش برود تا بیگناهی خود را ثابت کند. سیاوش به دستور پادشاه عمل کرد و پیش کیکاووس آمد و بر او سلام کرد و او را برای مصیبت آماده ساخت. و چون به آتش نزدیک شد، جان خود را به خدا سپرد و دعا کرد که او را نزد پدرش پاکیزه نگاه دارد. سپس اسب خود را مهار کرد و داخل شعله شد. فریاد غمگینی از همه مردم در دشت و شهر بلند شد، چرا که آنها معتقد بودند که هیچ انسانی نمیتواند زنده از این کوره بیرون بیاید. سودابه فریاد را شنید و بر بام خانه اش بیرون آمد تا آن منظره را ببیند و دعا کرد که بلایی به سیاوش برسد تا بیگناهی خودش اثبات گردد و چشمانش را بر آتش بسته بود. و سیاوش بدون ترس سوار شد و جامه‌های سفید و اسب آبنوسش در میان شعله‌ها می درخشیدند. به انتهای راه رسید و وقتی بیرون آمد حتی دود لباس او را سیاه هم نکرده بود. وقتی مردم دیدند که او زنده بیرون آمده است، فریادهای شادی سر دادند و بزرگان به استقبال او آمدند و جز سودابه شادی در دلهای همگان جاری بود. اینک سیاوش سوار شد تا به حضور شاه رسید و سپس از اسب پیاده شد و پیش پدرش ادای احترام کرد. هنگامی که کیکاووس او را دید و دید که هیچ نشانه ای از آتش در او نیست، دانست که او بیگناه است. پس پسرش را از روی زمین بلند کرد و سیاوش را در کنار او بر تخت نشاند و از او برای آنچه واقع شد طلب آمرزش کرد و سیاوش او را بخشید. سپس کیکاووس پسرش را با شراب و آواز پذیرایی کرد و 3 روز به خوشگذرانی پرداختند. اما در روز 4 کیکاووس بر تخت پادشاهی نشسته و گرزی در دست گرفت و دستور داد سودابه را به پیش او ببرند. سپس او را با اعمال بدش سرزنش کرد و به او دستور داد که خود را برای ترک دنیا آماده کند، زیرا مرگ بر او مقرر شده است. سودابه بیهوده از پادشاه درخواست بخشش کرد، زیرا او همچنان از سیاوش بد می گفت که او تنها به وسیله جادوگری از آتش نجات یافته است. پس پادشاه دستور داد که او را به سوی مرگ ببرند و بزرگان نیز دستور مرگ او را تأیید کردند. سیاوش پسر پادشاه چون این خبر را شنید اندوهگین شد، زیرا می دانست که آن زن محبوب پدرش است. پیش کیکاووس رفت و خواستار عفو او شد. کیکاووس آن را با شادی بخشید، زیرا سودابه را نیز دوست داشت. سپس عشق کیکاووس به سودابه بیشتر شد و او مانند موم زیر دستان او بود. چون دید که امپراتوری سیاوش قطعی شده است، گوش کیکاووس را از بدیهای سیاوش پر کرد و ذهن شاه را تاریک کرد تا اینکه روحش آشفته شد و نمی‌دانست که برای حقیقت
به کجا مراجعه کند، تا اینکه افراسیاب پادشاه توران با 3000 سرباز جنگنده آماده جنگ با سرزمین ایران شدند. کیکاووس وقتی آن را فهمید غمگین شد، زیرا می‌دانست که باید ضیافت و دوستی را با نبرد عوض کند و بر افراسیاب خشمگین شد. او را سرزنش کرد، چرا که افراسیاب عهد خود را شکست و یک بار دیگر به سرزمین او حمله کرد. اما سیاوش وقتی آن را شنید با خود فکر کرد اگر پادشاه به من اجازه دهد که لشکر خود را به پیش ببرم، شاید نامی دلاور برای خود به دست بیاورم و از مکر سودابه رهایی یابم. سیاوش زره جنگ را به تن کرد و نزد پدرش آمد و درخواست خود را به او اعلام کرد و به کیکاووس یادآوری کرد که از نژادی شایسته است و از او خواست تا به او اجازه دهد تا رهبری لشکر را بر عهده بگیرد. کیکاووس با خوشحالی به سخنان او گوش داد و به خواسته های او رضایت داد. سپس قاصدانی نزد رستم فرستاد و رستم را فرمانده جنگ خواست و از او درخواست کرد تا از سیاوش مراقبت کند. کیکاووس به پهلوانش گفت اگر مراقب او هستی می توانم بخوابم، اما اگر نه من به نظر خود عمل کنم. و رستم پاسخ داد و گفت ای پادشاه، من بنده تو هستم و بر من واجب است که هرچه تو خواهی را انجام دهم. سیاوش نور قلب من و شادی روح من است. من خوشحالم که از او در برابر دشمنان محافظت کنم. پس شیپورهای جنگ به صدا درآمد و صدای پای سواران فضا را پر کرد. لشکریان به ترتیب از پیش کیکاووس گذشتند و پسرش سیاوش در رأس آنها سوار بود. کیکاووس رو به پسر کرد و گفت باشد که ستاره خوبت بر تو بدرخشد و پیروز و شاد به سوی من بازگردی. سپس سیاوش علامت داد که کیکاووس را به خانه‌اش برگردانند و لشکریان به راه افتادند تا به دیار زابلستان رسیدند. و چون به آنجا آمدند مدتی به ایشان استراحت دادند و در خانه زال عید گرفتند و در حالی که آنها شادی می کردند سوارانی از کابل برای پیوستن به آنها بیرون آمدند و هر جا که پادشاه قدرتمندی بود لشکر خود را برای کمک به آنها فرستاد. آنگاه چون 1 ماه بر سرشان غلتید از زال و زابلستان خداحافظی کرده و پیش رفتند تا به بلخ رسیدند. در بلخ مردان توران با آنان ملاقات کردند و گرسیوز برادر افراسیاب در رأس آنان بود. او وقتی میزبانان ایران را دید فهمید که ساعت مبارزه فرا رسیده است. پس 2 لشکر آنها را به نظم درآوردند و جنگی داغ و دردناک آغاز شد و 3 روز جنگ بیوقفه ادامه یافت. اما در 4مین روز پیروزی نصیب ایران شد. آنگاه سیاوش کاتبی را نزد خود خواند و نامه‌ای به پدرش کیکاووس نوشت که مشک خوشبو بود. آنچه را که گذشت و چگونه بر دشمنان ایران پیروز شد را به او گفت. کیکاووس چون نامه را خواند خوشحال شد
و جوابی برای پسرش نوشت و شادی در کلامش درخشید و می گفتی نامه است به سبزه لطیف بهار. افراسیاب چون از این خبر آگاه شد مضطرب شد و آنچه گرسیوز به او گفت به مذاقش تلخ بود. پیش از آن که شب سپری شد قاصدی به خانه گرسیوز آمد و به او گفت که افراسیاب مانند مردی بیعقل فریاد می‌زند. گرسیوز نزد شاه رفت و او را دید که بر کف اتاقش دراز کشیده و از غم و اندوه می‌غرید. او را بلند کرد و از او پرسید که چرا چنین فریاد می‌زنی؟ گویا افراسیاب خوابی دیده بود. افراسیاب خواست که مشعل‌هایی برای روشن کردن تاریکی به درون بیاورند و جامه‌های خود را پوشید و بر تخت نشست. موبدان را فرا خواند و خوابی را که دیده بود برایشان بازگو کرد. گفت که در خواب دیده است که زمین پر از مار شد و ایرانیان بر او افتادند و از کیکاووس و پسری که در کنارش بر تخت ایستاده بود بلا به او رسید و چون خواب خود را تعریف می کرد به خود می لرزید. موبدان گوش می دادند و می ترسیدند. افراسیاب به آنها دستور داد لبهای خود را باز کنند. سپس پادشاه گفت که اگر حرف نزنند سرهایشان را خواهد برید و سوگند یاد کرد که آنها در امان بمانند هرچند سخنانی ناخوشایند به زبان آورند. موبدان به او گفتند که سیاوش بر توران ویرانی خواهد آورد و چگونه بر ترکان پیروز می شود و افراسیاب را نصیحت کردند که دیگر با پسر کیکاووس مبارزه نکند. افراسیاب چون این پیام را شنید با گرسیوز مشورت کرد و گفت اگر از جنگ با سیاوش دست بر ندارم مطمئناً هیچ یک از این چیزها محقق نمی شود. شایسته است که به دنبال صلح باشم. پس نقره و جواهرات و هدایای غنی را برای سیاوش خواهم فرستاد و چشم جنگ را با طلا خواهم بست. پس به گرسیوز دستور داد که از گنجینه‌های خود براده‌های غنی روم و جواهرات گرانبها را بردارد و آنها را از طریق جیحون به اردوگاه سیاوش برساند و برای او پیام فرستاد و گفت سلام، دنیا و روزگار از زمان ایرج دلاور که مظلومانه کشته شد آشفته است، اما حالا این چیزها را فراموش کنیم، با هم پیمان ببندیم و صلح در مرزهایمان حاکم شود. هنگامی که او پیام خود را به سیاوش رساند پادشاه جوان از آن شگفت زده شد. با رستم مشورت کرد که چگونه رفتار کند. او به سخنان افراسیاب اعتماد نکرد و گمان کرد زیر این گلها زهری نهفته است. رستم او را نصیحت کرد که به مدت 7 روز از گرسیوز پذیرایی کنند و شادی و ضیافت در لشکرگاه طنین انداز شود و در این میان در مورد پیشنهادات افراسیاب نیز بیندیشد. روز 8 گرسیوز خود را در حضور سیاوش حاضر کرد و خواستار پاسخ شد و سیاوش گفت ما در پیام تو تأمل کرده ایم و تسلیم درخواست تو می شویم، زیرا ما خواهان خونریزی نیستیم. صلح می شویم، اما
چون باید بدانیم که زهر زیر کلام تو پنهان نیست، از تو می‌خواهیم که افرادی را به عنوان گروگان نزد ما بفرستی. 100 مرد برگزیده توران که با خون افراسیاب هم پیمان شده اند تا ما آنها را به ودیعه سخنان تو نگه داریم. گر سیوس چون این جواب را شنید، آن را به وسیله قاصدی چون باد نزد افراسیاب فرستاد. و افراسیاب چون آن را شنید مضطرب شد. گفت اگر به این خواسته تن بدهم، برگزیده ترین جنگجویان سرزمینم را از دست می دهم. اما اگر امتناع کنم، سیاوش سخنان من را باور نمی کند و اتفاقات پیش بینی شده بر من خواهد افتاد. پس از میان لشکر خود مردانی را که با خون او متحد شده بودند برگزید و آنها را نزد سیاوش فرستاد. سپس شیپورها را به صدا درآورد و با سپاه خود به توران عقب نشینی کرد و سرزمین‌هایی را که تصرف کرده بود به ایران بازگرداند. اکنون چون رستم جنگجویان را دید و افراسیاب راست گفته بود، اجازه داد تا گرسیوز برود و با سیاوش مشورت کرد که چگونه کیکاووس را از آنچه اتفاق افتاده است آگاه کنند. سیاوش گفت اگر کیکاووس به جای صلح بخواهد انتقام بگیرد، خشمگین می شود. چه کسی این خبر را به او خواهد رساند؟ رستم گفت صبر کن که بروم و به کیکاووس بگویم. زیرا او به آنچه من خواهم گفت گوش خواهد داد و به تو به خاطر این ماجرا افتخار خواهد کرد. پس رستم نزد شاه رفت و به او گفت که چگونه سرزمین افراسیاب را فتح کردند و چطور میان آنها صلح بسته شد و به درایت و حکمت سیاوش که سریع عمل کرد به ستایش آمد و از شاه خواست تا آنچه را که انجام داده اند تأیید کند. اما کیکاووس با شنیدن آن عصبانی شد و گفت که سیاوش مانند یک نوزاد رفتار کرده است. بر رستم نکوهش بار کرد و نصایح او را ناپسند گفت و سوگند یاد کرد که از توران انتقام خواهد گرفت. سپس تمام رنج‌هایی را که در روزهای گذشته به دست افراسیاب کشیده اند را یادآوری کرد و گفت درخت انتقام از ریشه کنده نمی شود. از رستم خواست که به بلخ برگردد و به سیاوش بگوید که گروگانهای توران را نابود کن و از جنگ دست نکش. اما رستم زبان گشود و به شاه گفت ای پادشاه، به حرف من گوش کن و بد مکن. همانا به تو میگویم که سیاوش سوگند خود را به افراسیاب نمی شکند و این مردان تورانی را که به دست او تسلیم شده اند نابود نخواهد کرد. وقتی کیکاووس سخنان او را شنید، خشم او برافروخته شد و رستم را سرزنش کرد و گفت که پندهای شیطانی او باعث شده است که سیاوش از صراط مستقیم منحرف شود و او را طعنه زد و به او دستور داد که به سیستان برگردد. آنگاه رستم نیز خشمگین شد و از دربار بیرون آمد و او را به پادشاهی خود تنها گذاشت. اما کیکاووس طوس را به ارتش در مرزهای خود فرستاد و از او خواست خواسته های خود را به پسرش سیاوش برساند. سیاوش وقتی فهمید چه اتفاقی افتاده به شدت ناراحت شد
و به این فکر کرد که چگونه باید عمل کند و چنین گفت: اگر سوگند خود را ترک کنم چگونه به پیشگاه اورمزد بیایم و اگر به سخنان کیکاووس عمل کنم در اطراف خود جز هلاکت چیزی نمی بینم. سپس بهرام و زنگو را طلبید و مشکلات خود را به آنان گفت و او گفت که کیکاووس پادشاهی بود که نیکی را از بد نمی شناخت و چه شده است که به این نتیجه رسیده که انتقام متوقف نشود و گفت اگر به دستورات پادشاه گوش فرا دهم کار بدی انجام می دهم، اما اگر گوش نکنم قطعاً مرا هلاک می کند. بنابراین مردانی را که در دستان من قرار داده است نزد افراسیاب باز می گردانم و سپس خود را از دید پنهان می کنم. سپس زنگو را با نوشته ای نزد افراسیاب فرستاد و همه آنچه را که پیش آمد گفت و به افراسیاب یادآوری کرد که با اینکه کیکاووس به او دستور داده بود پیمان آنها را زیر پا نگذاشت و حال نمیتواند نزد پدرش بازگردد. سپس از افراسیاب درخواست کرد که برای او از سرزمین‌هایش گذری ایجاد کند تا او را در هر کجا که خدا بخواهد پنهان کند. من به دنبال جایی هستم که نامم برای کیکاووس کمرنگ شود و من از اعمال غم‌انگیز او ندانم. و زنگو به راه افتاد و به خواست سیاوش عمل کرد و 100 مرد توران و تمام زر و جواهراتی را که افراسیاب فرستاده بود با خود برد و چون به درون دروازه ها آمد افراسیاب او را با مهربانی پذیرفت. اما چون پیام او را شنید روحش به هم ریخت. سپس پیران رهبر میزبانان خود را خواست و با او مشورت کرد که چگونه عمل کند. پیران گفت ای پادشاه فقط یک راه به روی تو باز است. این شاهزاده نجیب است و آنچه درست است انجام داده است. او به نقشه های شیطانی کیکاووس پدرش گوش نمی دهد. پس به تو نصیحت می کنم او را در دربار خود بپذیر و دختری به او بده تا برای تو پسری بگذارد. زمانی که کیکاووس بمیرد بر تخت سلطنت ایران خواهد نشست. باشد که نفرت قدیم در عشق فروکش کند. افراسیاب به سخنان پیران گوش داد. پس به دنبال کاتبی فرستاد و نوشته ای به سیاوش دیکته کرد و به او گفت که چگونه سرزمینش برای پذیرایی از او باز است و چگونه برای او پدر می شود و چگونه باید در توران عشقی را که از جانب کیکاووس نسبت به او انکار شده بود بیابد. سپس نامه را با مهر سلطنتی خود ممهور کرد و آن را به قاصد زنگو داد و به او دستور داد که با سرعت از آنجا برود و سیاوش چون آن را خواند خوشحال شد و با این حال در روح خود نیز مضطرب بود، زیرا که ناچار شده بود با دشمن سرزمین خود دوست شود. با این حال او دید که به هیچ وجه نمیتوان آن را تغییر داد. پس نامه ای به پدرش کیکاووس نوشت و گفت که به نظر میرسد که نمیتواند کاری را که در نظر او درست است انجام دهد و مشکلاتی را که از سودابه بر او وارد شده بود به یاد او آورد و گفت او نمیتواند عهدی را که داده بود بشکند. هنگامی که خبر به کیکاووس رسید بر افراسیاب و بر پسرش سیاوش فریاد زد و خشم او برافروخت. با این حال
از جنگ خودداری کرد. در این میان سیاوش وارد توران شد و تمام زمین برای بزرگداشت او زینت داده شده بود. پیران به استقبال او آمد و فیل‌هایی سفید رنگ و پر از هدایا برای بازدید از او آورد و به او گفت که چگونه افراسیاب مشتاق است که او را ببیند. با پادشاه دوستی کن و خیالت از آنچه در مورد او شنیده ای مضطرب نشود. درست است که افراسیاب شهرت بدی دارد، اما سزاوار آن نیست و او خوب است. چون افراسیاب او را دید، از قدرت و زیبایی او شادمان شد و دلش به سوی او رفت و او را در آغوش گرفت و گفت: شری که جهان را آشفته کرده آرام می شود و بره و پلنگ می توانند با هم زندگی کنند، زیرا اکنون بین سرزمین‌های ما دوستی است. سپس بر سر سیاوش ایستاد و دست او را گرفت و بر تخت در کنار خود نشاند و رو به پیران کرد و گفت: کیکاووس مردی است که عقل ندارد، وگرنه مطمئناً نمیتواند چنین پسری را از چشمانش دور کند. و افراسیاب از خیره شدن به سیاوش دست بر نمی داشت و هر چه داشت به فرمان او می گذاشت. او قصری به او داد و برج‌های گرانبها و جواهرات و طلا. سیاوش نیز در برابر افراسیاب رشادت‌های بسیاری از خود نشان داد و سیاوش نور چشم پادشاه توران و شادی دل او شد و او را مانند پسرش دوست داشت. سیاوش روزها در دربار او ماند و پس از 12 ماه سرانجام سیاوش دختر افراسیاب را به نام فرنگیس به همسری گرفت و آنگاه جشن بزرگی برای عروسی برپا کردند و افراسیاب هدایایی بر سیاوش ریخت و پادشاهی و تختی به او بخشید و او را برکت داد. پس از آن به او اجازه داد تا به قلمرو خود برود. اینک سیاوش برای خود شهری در میان آن بنا کرد و آن را گنگدیس نامید. مکان زیبایی بود، چنان که جهان مانند آن را ندیده است. سیاوش خانه ها ساخت و درختان بیشماری کاشت و از تصرف این شهر شادمان شد و همه مردم اطرافش شادی کردند و زمین از حضور او شادتر بود و ابری بر آسمان زندگی او نبود. پس از گذشت زمان پسری به نام کیخسرو به دنیا آورد. آنچه در طالع سیاوش نوشته شده است قطعاً باید انجام شود. پس از گذشت سالها گرسیوز به عشقی که افراسیاب برادرش به سیاوش داشت و به قدرتی که در او بود حسادت کرد و در دل خود می اندیشید که چگونه او را نابود کند. سپس به حضور افراسیاب آمد و از پادشاه درخواست کرد که به او اجازه دهد که بیرون برود و از شهری که سیاوش بنا کرده بود دیدن کند. افراسیاب درخواست او را اجابت کرد و او را به سوی پسرش سیاوش فرستاد. پس گرسیوز به سوی شهر گنگدیس پیش رفت و ارباب آن با مهربانی او را پذیرفت و از پادشاه مژده خواست. او روزهای زیادی را در خانه اش جشن گرفت و همه آنچه را که از او بود به او نشان داد و
هدایایی بر سرش انباشت. و چون گرسیوز نزد افراسیاب بازگشت، پادشاه از او در مورد عزیزش سؤال کرد. سپس گرسیوز پاسخ داد و گفت: ای پادشاه، او دیگر آن مردی نیست که تو می شناختی. روحش در غرور قدرت بالا می رود و دلش به سوی ایران می رود. این برای تو غمگین است، اما بر من واجب است که آنچه را که دیده‌ام و گوشهایم شنیده است به تو بگویم. زیرا به من گفته شد که سیاوش با پدرش پیمان دارد و می‌خواهند تو را به کلی نابود کنند. افراسیاب چون این سخنان را شنید، نگذاشت که در روح او ریشه دواند، اما با این حال نتوانست حرفهای برادرش را دروغ پندارد و غمگین شد و هیچ نگفت. گرسیوز ندانست که دانه هایی که ریخته بود ریشه دوانده است. پس چند روزی گذشت. بار دیگر به حضور پادشاه آمد و اتهاماتی را که به او کرده بود تکرار کرد و از او خواست که عمل کند و اجازه ندهد که توران رسوا شود. سپس افراسیاب در توری که گرسیوز پهن کرده بود گرفتار شد. به گرسیوز دستور داد که بیرون برود و سیاوش را به دربار خود بخواند و او را دعوت کند. و گرسیوز با خوشحالی پیش آمد و پیام افراسیاب را به پادشاه جوان رساند و سیاوش پذیرفت. سپس گرسیوز با خود فکر کرد اگر سیاوش به حضور افراسیاب بیاید، شجاعت و روح گشاده او دروغ من را فاش خواهد کرد. پس در برابر سیاوش غم و اندوه بزرگی را تظاهر کرد و هنگامی که سیاوش از او سؤال کرد، به او گفت که چگونه او را محبت می کنی و به خاطر او غمگین می شوی که گوش افراسیاب را بر علیه او مسموم کردند و او را نصیحت می کند که به دربار پادشاه نرود و به او گفت به من اجازه بده تا تنها برگردم تا دل افراسیاب را نسبت به تو نرم کنم و چون به روح صالح بازگردانده شود تو را به خانه اش فرا خواهم خواند. اینک سیاوش که راستگو و بی حیله بود به این سخنان گوش داد و نمیدانست دروغ است. پس برای افراسیاب درود و بهانه فرستاد و گفت که نمیتوانم از حجره فرنگیس بیرون بروم زیرا مریض است. و گرسیوز با حمل نامه سوار شد و به سیاوش سوگند یاد کرد که صلحی را که شکسته بود محکم کند. چون نزد افراسیاب آمد نوشته را نرساند، بلکه از سیاوش بدگویی کرد. خشم افراسیاب را به خروش آورد تا اینکه پادشاه امر کرد که لشکر را به سوی سیاوش برانند و خود رهبری آن را به عهده گرفت. هنگامی که مردم توران به شهری که سیاوش ساخته بود نزدیک شدند، گرسیوز فرستاده این نزد سیاوش فرستاد و گفت فرار کن، تو را نصیحت می کنم، زیرا سخنانم فایده ای نداشت و افراسیاب به دشمنی با تو بیرون می آید. وقتی سیاوش از این موضوع مطلع شد، روحش به شدت افسرده شد و نزد فرنگیس رفت و به او دستور داد که در صورت افتادن او به دست افراسیاب چگونه رفتار کند. وقتی به اسب جنگی خود رسید، سر آن را به سینه خود فشار داد و بر آن گریست و در گوش آن سخن گفت و گفت ای اسب من، گوش کن و دلیر و مدبر باش و به هیچ کس سواری نده تا روزی که کیخسرو
پسرم برای انتقام از من قیام کند. تنها از او زین و افسار بگیر. سپس به مردان ایران که در اطراف او بودند دستور داد که به سرزمین خود بازگردند و وقتی همه چیز آماده شد از آن سوی دروازه ها بیرون رفت. اما با این حال او امیدوار بود که سوءظن افراسیاب را از خود دور کند و اجازه ندهد که افرادش با مردان توران نبرد کنند. پس پیش افراسیاب رفت و از او پرسید که چرا بر او خشمگین شده است. اینک گرسیوز اجازه پاسخ به افراسیاب نداد، بلکه بر سیاوش سرزنش کرد. سیاوش چون گوش داد حیران شد. دل افراسیاب بیش از پیش خشمگین شده بود. اکنون چشمانش دوباره به چهره سیاوش که دوستش داشت خیره شد. اما فکر می کرد باید به سخنان برادرش احترام بگذارد و بی‌اعتمادی به ایران در روحش نقش بسته بود. پس در برابر سخنان سیاوش سخت گرفت و لشکر را بر معشوقش خواست. اما سیاوش سوگند خود را به یاد آورد و دست خود را بر لشکریان افراسیاب دراز نکرد و به رزمندگانی که با او بودند دستور داد که شمشیر را از غلاف در نیاورند. آنها یکی پس از دیگری کشته شدند و بدنهایشان در اطراف پادشاهشان سیاوش قرار گرفت. هنگامی که همه کشته شدند، شوالیه‌ای دست خود را بر سیاوش دراز کرد، اما او را نکشت، بلکه او را با طناب بست و او را پیش افراسیاب شاه برد. افراسیاب دستور داد که سیاوش را به صحرا بردند و سر او را از تن جدا کردند. اینک لشکریان جمال سیاوش و چهره صادق او را دیدند و یکی از بزرگان برای دعای او بیرون آمد. اما گرسیوز اجازه نمیداد که دل افراسیاب نرم شود. در حالی که گرسیوز هنوز از پادشاه جوان بد می گفت، فرنگیس از خانه بیرون آمد و سوگند یاد کرد که افراد بد بدگویی سیاوش را کرده اند و به پدرش التماس کرد و گفت: بشنو ای شاه، اگر سیاوش را نابود کنی با خود دشمن می شوی. انتقام جویی از میان بر می خیزد. اما جهان در برابر چشم افراسیاب از خشم تاریک شد و گفت: از اینجا برو و چهره من را دوباره مضطرب نکن. چگونه می توانی در مورد حق قضاوت کنی؟ سپس دستور داد که او را ببندند و در سیاه چال بیندازند. اینک گرسیوز چون خشم شاه را دید گمان کرد که زمان فرا رسیده است. از این رو به مردانی که سیاوش را در اسارت داشتند نشانه ای داد و خواست که او را بکشند. به موی سر او را به بیابانی کشاندند و شمشیر گرسیوز در سینه سرو شاهی کاشته شد. چون تمام شد و سر را از تن جدا کردند، طوفان بزرگی بر زمین برخاست و آسمانها تاریک شد. سپس لرزیدند و به شدت ترسیدند و از عمل خود پشیمان شدند. در خانه سیاوش غوغا برخاست و فریاد فرنگیس به پدرش افراسیاب رسید. سپس پادشاه دستور داد که او را نیز بکشند. پیران گفت: اینطور نیست ای مرد شریر و احمق. آیا می‌خواهی دستت را بر فرزندت ببری و شرارتی که انجام داده ای کم نبود؟ به تو توصیه می‌کنم
خون یک بیگناه دیگر را نریز. از تو میخواهم که به من اعتماد کنی تا او در خانه‌ام برای من دختری باشد و او را از غم و اندوه حفظ کنم. سپس افراسیاب گفت آنچه در نظر تو بهتر است را انجام بده. پس پیران فرنگیس را به خانه خود در آن سوی کوه ها برد و افراسیاب به بارگاه خود بازگشت. اما پادشاه در روح غمگین و در دل ناآرام بود و از فکر سیاوش باز نمی ماند و از آنچه کرده بود پشیمان بود. زمانی که کیخسرو فرزند سیاوش دلیر و رشید شد، به انتقام و خونخواهی پدر درآمد که حکایت آن به داستان کیخسرو در شاهنامه معروف است. حالا که قصه به پایان رسید، اگه خوابت برده امیدوارم آخر داستان رو نشنیده باشی. و اگه هنوز صدای منو میشنوی، امیدوارم این روایت کمی از سنگینی دلت کم کرده باشه. اگه دوست داشتی شب‌های دیگه هم با داستان‌های شاهنامه و افسانه‌های کهن فارسی به خواب بری، سابسکرایب کانال رو بزن و اگه بیدار موندی توی کامنت ها بنویس کدوم بخش داستان بیشتر توی دلت نشست. شبت بخیر، خوابت آروم و رویاهات امن.